از آغوش دره که بابای رستم آن را نشیب میشد هوای سرد و روح بخش میوزید. بوی خوش گلها، گیاها می آمد. دره سبز و خرم است. پیش خرکی یا اسپکی از این دره می گذشتند، ولی حالا راه منفرش چون حاشیه زیبای نیلفام به تنه شخ و بلندی ها پیچیده پیچیده رو به سوی ابرهای سری تیغه کوه می آرد. در آن ایام بهار سبززاران تگ درختان دره جای بازیشان بود. بابای رستم، خطا نکرده. این همان خرسنگ، تنها درخت زردالوی پیر نیست. نگاه کن، به جایش درخت آلوچه. در آن روز بهار همراه پروانه بالای همین خرسنگ نشسته بودی. جانم در قدم هات، قصه کن قصه کن، پروانه را یاد کن. زنبورها شیره گلها را میمکندن. دیدی هم گفتن که بچه ها هم زنبور اصل برینم. یک دختر خوشروی را مانده به دختر خوشروی تری دیگر میچسبم. دیدی درست میگن پروانه، همین خیلی بچه ها هستن، اما کم. تو خودت از کدام خیلی آنها؟ من عاشق یک گل را دوست میدارم. همان گلت کنی به من نشان نمیدهی؟ تو چی؟ وی را ندیده ای؟ نه. آن گلی من همینجا در پهلویم. کنی نشان تی بینم. چشمانت را پوش. انا پوشیدم. در نه محکمتر. خیر انا همین دخترکی خوشروی، گلی من. رستم دو دستش را بالای زانه های دختر گذاشت. پروانه یک باره از جایش پریده خیست. به بدن او که تا هنوز دست بیگانه نرسیده است چنین دست درازی گستاخانه بود، اما گوارا هم بود. دروغ نمیگویی؟ پروانه، از تو خوشروی تر کسی نیست. محبت میکنی؟ راست میگویم. باشد چی؟ نیست پروانه، نیست. اگر باشد از پیش میشدی؟ گفتم کو تو پری گلابه. پروانه جان، مادر تو را برای من زاده است. مالی آنها دیگر. من گهواره بخش. عبدال گهواره بخشد از قدیم همین خیلی کسل من بود. من گهواره او را نجنباندم. از روزی که عقلم در آمده است وی همین خیلی شب. پروانه، اگر جوانی صحت و خوشروی می بود بگرفتی. عجب نه. پروانه، این خیلی نگو. راست میگویم. با نزدیکی توی دولت یکی شال زیاد. ای رئیس، ملکه بر این راحت میکنی. تعنه نزن. با فکر چی کار کنم؟ روم و در خانه تون شینم. با پدر و مادرم گویم که تو را به من دهند. چرا در دهانت آب گرفته گشتی؟ دوست داریت رو یکی؟ آخر چی کار کنم؟ در خانه من گپی توی.
مرا با عبدال نکاح کردنی‌اند. روز دیگر پدر و مادر رستم یک جای از خانه برآمدند. پدر سوار همان هنگی سیاهشان و مادر پای پیاده. مادر دست به سر کتف رو به ادیر و پشته ها و غله‌زاران راه گرفت و پدر به جانب خرمن. رستم خانبان بود، از حولی بیرون نمی شد. آفتاب بر روی شاخه های بلند سیب نور ریخته، سیب های سرخ از شعاع آن رنگ می گرفتند. رستم بالای سیب برآمد. یک بغل سیب چیده بود که از دروازه پروانه نمایان شد. کبیده می آمد. هراسان بود. به درهای بازمانده خانه آنها نظر می دواند. رستم فرایم پیشتر بیو. میخوای که تو را برداشته به زمین مانم؟ اگر توانی زیرت میرسد. نه، من از آن دخترهای ناهمواری تو میگفتگی نه. پروانه ما بگیر. رستم سیب‌های بغلش را به دامن پروانه ریخت، سیب‌های دانه انار بر این سرخ. او از بالای سیب فرامد و آنها در لب جوی سری پا نشستند. زیر میتابی پروانه؟ دلم تنگ شد. یک جشته نمیتوانم. برای چی؟ پدرم در جنگ مجروح شدند. کی گفت؟ خط اومد از بیمارخانه. خودشان نوشتند؟ حسن خط خودشان نی. تا این جنگ تمام می شود که اما که رجبلی میگویند که به این نزدیکی او تمام نمی شود. بیچاره امکی رجبلی از دو پایشان جدا شده آمدند. روزی همه رو جنگ سیاه کرد. نوکر کلتا در خانه من بود. ما بغم خودمون وی توی میکنی میگوید خدا زند وی. مادرم گفتی دلم سیاه رئیس. حالا این گپ رو یک طرف مونید. لیکن به وی گپ فهمانده می شود. گوش کن آنها چی گفتن. خدا از دل سیاهی نگه دارد. ما توی خورسندی کردمی. راست میگوید رئیس، لیکن ما خورسند نه. لبا چی به خورسند نه؟ همه صحت و سلامت کن. پدری پروانه تیر خورده است. خط آمد. انا خودتون خونید. خدا من خیال کردم که اون نخشوری داده است. هیچ گم نبوده است که هر سلطان مراد یاردار شده بوده است. هیچ گم نه. در جنگ هر لحظه آدمون میمورن. جنگ نمیخیر. بیایید حالا که خبری ناخوش آمده است توی رو گذرونیم. توی کاری ثواب. یک خانه آباد می شود، دو کس به یک بالین سر می مانند. با یک بالین سر می مانند گفت؟ با همان شلی عبدال با یک بالین سر می مانی؟ چه خیل زبانت گشت؟ چه خیل زبانت گشت این را گفتی؟ یا خودت می خواهی؟ چرا علم میگیری؟ کاری شده گرانخ کردم. مادرت چی گفتند؟ آن کس با یک بالین سر ماندن شما راضی اند؟ با آغوش شل در را گفتند ها؟ به سر من داد نزن رستم. من یگون کاری ناشایسته نکردم. پدر و مادر رستم سحر به کار می رفتند و وقتی گاوگون به خانه برمی گشتند. خسته و شلپر
مدت به همین منوال گذشت، ولی کار برای گفت مادری رستم را دوغ زدن کلته منصور به دیگر معنی بوده است. او را به خانه خودش بردن می‌خواسته است. این را بریگادیر بابای نصرت الله گفت. السلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. بیایید اما بیایید. بیا نگویی هم آمدیم. مرحبا دمک. مرحمت. تشکر. مرا رئیس فرستاد. چی میگوید؟ آچه رستم از پگاه دیگر به درو نبراید. وی دختری سلطان مراد را کلین کردنی. توی دارد. آچه رستم یاری رساند میگوید. امک برای کلته گوید که علفش را پس چریده گردد. اگر پدرم از وی ترسند من از وی نمیترسم. اگر وی را نکشم آدم نیستم. کن این طرف کرد خلاص شجا کلا پرشوی زوری نکردم موری. بشین تیز نشو. حالی آچه تو دویده به خانه وی نرفته است. تو بچم سبک نشو. با کلتت توی من نکن. وی آدمای سود میکند. به میلیسا داشته میدهد. مایلش امک مایلش من سود کند پراند، لیکن من آچم به خانه ای برفتن نمیمانم. من بیننگ و ناموس نیستم امک. پدر و پسر با هم خرخشه کردند. حتی پدر رستم را شپاتی هم زد. چند روز ناگپ شدند. اما واقعه شد که آنها یکدیگر را بخشیدند. با پدر رستم برای به جنگ رفتن دعوتنامه آمده بود. پدر رستم خویشاوندان و همسایه ها را که برای خیر و خوش آمده بودند شب تا بیرون دروازه گسیل کرده به خانه برگشت. در روی صوفه پدر و مادر و رستم تنها ماندند. بچه اکنون اختیار خانه در زندگی مادرت به خودت. هوشت رو به سر گیر بچم. بچگی و بی عقلی بس. با کلته کثافت زینهار یگان گپ نگوی. سخت نبیا. هرچی فرماید خوب گوی. سرپس کن. آدم از وزنینی سرپستی به جای میرسد. حالا دستی وی بالا، لیکن وی تاقنه. لبای گوی هایش بسیار. وی اینا نامردی سلیم کو برای پول یا یک پاره نان زنش را میفروشد. بی شرف است. کلته او را برای خودش از عسکری نگاه داشته است. میترسم که با خواهش این مخلوق به تو زیانش نرسد. احتیاط باش پسرم، احتیاط باش. دین وی چه خیل به خانه امان آمد. دیدی؟ از خورسندی قریب میرقصید. گر پاویسکات را به جنگ میروی گفته شادی کرد. وی دادا با آدمان حق پاویسکا نویسی ندارد. همینطور خود نمایی میکند. بعد همه به جنگ میروند. به کلته منصور هم میروند. تو بچه هیچ چیز را نمیفهمی. کلته منصور مار است و آدمان را با هر راه میزند. چنان میزند که نفهمیده میمانند. آنوی بلاگیش در همین. دشمنش را خواهد با تبر بکشد، خواهد با شکر. بعد پسرم تو با کلین شونده کلته دیگر گپ نزن. امروز پگاه توی کردنیند. من از همین جهت هم میترسم. گپی داداد راست. وی دخترک به سر تو بلا می آوردگی برین. وی روزی گذشته به خانه آمدنی بود. همسایه ها دیدن تا بگاه شوخی و بازی کرده اید. برای این تو را جزا دادنی بودم و خیلی نصیب نکرد. شبی دراز پدر و مادرش نخفتند. گپ میزدند. تعیین و مصلحت ها داشتند به یکدیگر. سحر در سری کوتاه از سری رخساره های رستم بوسه زد. گردنش را با آغوش گرفت.